واقعا اصلا نمیدونم چی بگم، نمیدونم از کجای این جنگ بگم. هممون آسیب دیدیم، ولی اونایی که بلدن درآمد دلاری داشته باشن کمتر آسیب میبینن. خیلی طبیعیه. مثلا من خودم چون درآمد دلاری دارم هنوز اتفاقی برام نیفتاده و تو همین شرایط جنگ دارم راست کنار این برج خلیفه خوشگل راه میرم. چرا؟ چون تو دبی دارم زندگی میکنم، چون درآمد دلاری دارم. میخوای راهشو بهت بگم؟ خیلی ساده است. عدد 1 رو بفرست، لینک کانالو برات میفرستم، عضو شو، اونجا میفهمی چه خبره. به منم قرار نیست پولی بدی، من فقط میخوام برادرانه کمکت کنم. اینقدر که به من پیام دادید اوضاع بده، چی کار از دست من برمیاد؟ همین دیگه. شرایطو گذاشتم اونجا تو کانال، هرچی خودم پول در میارم سیگنالاشو میذارم اونجا، برید استفاده کنید دیگه. داداشای منید، هموطن منید. من واقعا چه کاری دیگه بیشتر از این از دستم برمیاد. عاشقتونم. مستر بیزینس دوستتون داره. مراقب خودتون باشید.